در شهر آستانه قزاقستان، ساختمانچیانی که در بنیاد مجتمع نمایشگاه اکسپو 2017 کار میکنند، با پلیس برخورد نمودند. ساختمانچیان میگویند 3 ماه اینجانب معاش نگرفتند. این اولین اعتراض در روند آمادگی ها به چاره‌بینی محتشم اکسپو 2017 است که در آن مقامات قزاقستان تصمیم دارند توجه را به انرژی به اصطلاح سبز و رشد دوامدار جلب نمایند. در ولایت بلوچستان پاکستان، خادمان بهداشتی از نیروهای امنیتی کفالت بی‌خطریشان را گرفته، معرکه ایمگذرانی بر ضد پولیومیلیت را از سر گرفتند. 26 نوامبر بعد کشتار 4 خادم ساحه بهداشت از سوی طالبان، ایمگذرانی بر ضد پولیو متوقف شده بود. طالبان دسته‌های مبارزه با پولیومیلیت را با جاسوسی به نفع کشورهای غربی متهم می‌کنند. بانک مرکزی افغانستان میگوید 600 میلیون دلار را که سال 2010 اثنای فروریزی یک بانک خصوصی به اغما برده بودند پیدا نموده است. سال 2010 کابل بانک فرو ریخت و نزدیک به 1 میلیارد دلار به نام و نشان شد. بعد انتخاب به کرسی پرزیدنت افغانستان، اشرف غنی وعده داد که یکی از اقدام‌های اولینش از سرگیری تحقیق قضیه‌های فساد و مبارزه با رشوه‌خواری خواهد بود. در شهر توزلای بوسنیا، کارگران یک مؤسسه پایافزال با تقاضای معاش و کمک‌های مالی گردهمایی تشکیل کردند. وضع این مؤسسه که عید نام دارد خوب نیست. کارگرانش از حکومت محلی درخواست نمودند که شرطنامه‌های مستحکم با کارشریکان بین المللی تهیه کنند. این شرکت دولتی در دوام 20 سال اخیر قسماً با قرارداد تامین بوده، کارگرانش طول 6 ماه اخیر معاش نگرفتند. روز دوشنبه صدها قالین مولداوی در شهر کیشینیو به نمایش گذاشته شد. این بخشی از برنامه یونسکو، سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد است که می‌خواهد مقام قالین‌های عنعنوی مردم این کشور را بالا برد. در نمایشگاه از جمله قالین‌های تولید عصرهای گذشته از موزه‌ها و افراد علاهیده به حاضرین پیشکش شده بودند. در این چاره‌بینی تشکیل کنندگان قالین‌های نو را به فروش برآورده، تولید قالین با راه‌های عنعنوی را نیز نمایش دادند.